بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، حکیم سخن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. انا موضوعی که خدا خواهد درباره نماز بود، خدا خواهد انشاءالله ما تا انشاءالله خدا خواهد رکوع اومدیم موندگیش خدا خواهد دوام میتیم وقتی که ما شما رکوع میکنیم خدا خواهد انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و یسبح ثلاثا، انا 3 مرتبه بعد تسبیح میگیم. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. 3 بار گفتن سنت. ای 3 بار زیادش خدا خواهد تا گفتنش مستحب. و هو ادناه، این پسترین تسبیح به 3 تا. ثم یسمی رافعا رأسه، بعد از وقت چیکار میکنیم؟ سمی الله لمن حمیده، چیکار میکنیم؟ سلام میبرداریم. طوری می؟ سلام میبرداریم راست. خب رافعا رأسه، راست میبرداریم. و یکتفی به الامام، کفایه میکنه به همین سمی الله لمن حمیده، یعنی امام قومونه کفایه میکنه، یعنی قومونه نمیگه. و بی تحمید المهتمی، انا قوم انشاءالله خدا خواهد ربنا لک الحمد گفتگیش امام ده کفایه میکنه. یعنی امام سمی الله لمن حمیده میگه، خب میسته، شما چیه میگه؟ ربنا لک الحمد. شما سمی الله لمن حمیده نمیگه. همین سمی الله لمن حمیده ما گفتگی شما ده کفایه میکنه، نه ربنا لک الحمد گفتگی شما من ده کفایه میکنه خدا خواهد انشاءالله. خب و یجمع المنفرد بینهما، انا منفرد آدم که شما تنها گذار است بگین که نماز سنت میخونی، الحمدلله درکات گیم که سنت من 3 رکعت صلات ویتر میخونی، اینو نماز تنهای کو. این ویترم فقط در نماز خدا خواهد تراویح جمعیت که خونده میشه، لیکن بیر نه این نمازی چه تنها. همین حالتایی که گیم که تنها خونه هر چه خود تو میگی، یعنی سمی الله لمن حمیده ربنا لک الحمد چیدنش برای شوشمش نکنه خدا خواهد انشاءالله. یعنی قریب 2 منوت وقت میگیره اگر خوب خوش رو بگویش. یعنی در تلفظ تسبیح هم تجوید کتی گوید، یا قاعده کتی میزو سمی الله من لمن حمیده هی غوث داره، حمیده هی میدیاد نمیزو ربنا رو غوث میشه ربنا لک الحمد گیچی چند که وقت میره اقلا همیشه هم خدا خواهد تلفظ شه بودن که هر یک باید انشاءالله خدا خواهد. و یقوم مستویا، بعد چکو میکنیم؟ راست یک بار میستیم. بعد از چکو میکنیم؟ ثم یکبر و یسجد، بعد از چکو میکنیم؟ تکبیر میگیم الله اکبر. چکو میکنیم؟ بعد از سجده میکنیم. فیضع رکبتیه ثم یدیه ضامنا اصابعه، یکم 2 زانو میمونه، بعد از دو دسته میمونه ضامنا اصابعه 50 جوس میشه. در سجده در رکوع 50 شده میشه، زانو محکم میخپه. در سجده چی؟ ضامنا 50 جوس سجده کنه. خب ثم یضع وجهه بین کفیه، بعد از وی میگذاریم خدا خواهد انشاءالله 2 دست ما در میونه 2 کف. انا میونه انم تا میمونی، میونه انم این دا میمونی. این خیلم نه تری نیستک در اینجا، در یگان جوان که کنه سجده بگوته جوش نیست. موفقی من خدا خواهد مسئله فقهی انترمی من میانه علمین دا میمونی. 2 گوشو من براریم بولن پیش دست نطوری بیاره، اما نک شد نه تنگی تنگ میانه میخیل چکاش میکنه؟ میخیل باید که سجده کنیم 50 هم از جوز بستن ضامنا اصابعه هم دیدمی؟ ثم یضع وجهه کف میانه 2 کف نچکو میکنیم؟ سره خدا خواهد میمونیم انشاءالله. مونده خدا خواهد مبدیعا ذبعیه مجافیان بطنه من فخذه، یعنی دستو میکو یعنی تکشون شا چیدنش در کن، دیدمی؟ یعنی شکم در زانو نچسبیدنش در کن، دیدمی؟ سجده میکنه خدا خواهد من نمیخیل، یعنی این در یعنی نمیجفه خیل نمیجفشتی انجا آردن تا نمیجفشتی انا خیلی شد، یعنی شکم در زانو باید نچسبه. مردها همیشه سجده میکنن، زنها برعکسی هم نمیخواد. شما اگر زنک باشی خدا خواهد عذر داشته باشی
بعد شما هم اجازه ده که انت کرد زنک انت جاوس انا نوشم جاوس میشه شکمش در شکمش میچسبه نمی موشمون نچه برعکسی یعنی کشود خدا تای کشوم کشود شکمم ایوای موجودم چیکار میکنیم سجده میکنیم ان شاء الله خدا خواهد خب موجها اصابع رجلیه نحو القبلة یعنی در این حالت همه پنجه های دست و پنجه های پچکام چی میشه طرف قبله میشه سنت اینا نمی دست و پچکام که قطع میکنه نوکوشه نمی نوکوش قطع میکنه انا خیلی سجده نم انا خیلی انا خیلی سجده میکنه این چیلیکو همه چی میشه طرفش سجده قبله میشه و اشتگی نباید باندم ani çilikon ke kad meşeyna anina ana yo direktör ta sakşin kase khilna meşin yani böyle poy çapında onu demek ki böyle çapına meşini los azod mesta anladın mı her yatışın nuşun tuasem ne etibor tek dokar inşallah mu prayekat kamesin kan istero babo namaz mikhoni dokar inşallah man boyna man ayodum gumtum baxil buar nakaj mumkin ne fikri guftasanım ama aru kitap guftasam doğru mu نه ازبکی نه تو عربی شو خونده گفتستم تو دوری می خب و یسبح ثلاثا و هو ادنا بعد از 3 بار تسبیح میگن سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان این پسترین شه یعنی شما مثلا دیگر نمازان دیگه میتونه خدا خواهد این تاخ فقط مثال 5 7 9 11 13 اندمی 15 17 که خونی هم میشه آخه دخواد نمازه که تنها میخونید یه خودتون این پستریش هم نخواد و یجوز علا کلش یجید حجمه و یستقیر جبهته علیه جایزه بر هر یک سکی موجود شود سختیش یعنی در چیز ملایمک سجده کنه میشه وقتی ما شما کلپچه آخر نه کلپچه را سجده کنه میشه چون که با مجرد همین خیلی پیشونی همونده قرار گیره پیشونی بسته جای مالش تو یعنی تایت نکو پچه بوزی تای پوچکوت نکو میسول نه که جای سجدگاه سخت میشه من بیاجید و حجم اومده یعنی سختیش نه چیه هم ده موندن زمان قرار گیرده دومده نه اینم سنته جای یعنی سخت نه خدا خواهد چکو کردن انشاءالله خدا خواهد یعنی سجده کردن انشاءالله خدا خواهد و علا ظهری من یسلی صلاته و فیزی هم حتی با جایزه سجده کردن در پشت یکدیگر در جایی که ازدحامه ازدحام گیم جماعت کلونه دیدمی جماعت بین کلونه سجده کنه میشه دیدمی در پشت یکدیگر سجده کردن هم در مذهب اهل سنت و جماعت درسته یعنی در پشت تخت پشتی چیکار میکنیم سجده میکنیم وقتی که مثلا گیم بارونی سخت باشه یا گیم که مثلا جاهایی که مثلا گیم سجده کنه میشه دیگه خلینج من عیناً در این چیزا در کعبه بسیار میشد یا من کعبه در خدا خواهد چند بار ما خیلی باشیده که در کعبه که آدم بسیاره روز جمعه آدم پرس شده رفتن پرس دارتن میگیره که سجده کنه میشد یا بعد پشت یدگر نه سجده میکنی این جایزه مذهبی مونده الحمدلله همیسته اجازه داده که پشت یدگر هم حتی چکا کنن سجده کنن انشاءالله خدا خواهد خب انا که این بود مسئله چی خدا خواهد انشاءالله برای مرد ها بود